جرایم ورشکستگی رو آغاز میکنیم. همه حواسا جمع، سرحال و قبراق. میخوایم ببینیم در بحث ورشکستگی جرایم ورشکستگی رو چطور یاد بگیریم. اول از همه میریم سراغ ورشکستگی به شما بگید تقلب. خب ورشکستگی به تقلب و دوستان این شکلی یاد میگیریم. یک، حواسا هست، همه قلم خودکارا رو بذارید زمین. یک، مفقودی دفتر. نگاه کنید، مفقودی دفتر. خوب دقت. دو، مخفی کردن اموال. یک، دفترشو تاجر مفقود کنه. دو، اموالشو مخفی کنه. سه، اموالشو از بین ببره. خوب دقت کنید. پس قدم اول، یکو به من بگید چیه؟ همه با هم یک صدا بگید. یک، مفقودی دفتر. بگید، هر جا هستید بگید. کلاً 5 دقیقه الی 10 دقیقه زمان میبره. کل جرایم ورشکستگی رو یاد میگیریم. نیازی نه به نوشتنی هست نه به حفظ کردنی. یک، مفقودی دفتر. پس بگید مفقودی دفتر. دو، مخفی اموال. بچه ها 2 و 3 اموال داره. یکیش مخفی امواله، یکیش از بین بردن امواله. پس اولی مفقودی داره، مفقودی دفتر. دومی مخفی اموال. سومی از بین بردن اموال. و چهارمی ادعای غیر واقعیه. یعنی بیاد ادعایی بکنه شخص، به طور غیر واقعی ادعایی مطرح کنه راجبه اموالش، راجبه ورشکستگیش. میگه اگر این کار رو انجام داد محکوم میشه به ورشکستگی به تقلب، کیفری، حبس داره، سنگین ترین قسمت ورشکستگی. پس 4 تا رو با هم بگیم. میتونید داد بزنید، من صداتون رو نمیشنوم، وگرنه اگر الان کلاس حضوری بود مجبورتون میکردم داد بزنید، فریاد بزنید. زود تون سری تقلب رو بگید. 4 تا رو. آفرین، همه با هم. مفقودی دفتر، مخفی اموال. 5 بار میخوام بگید. 5 بار بگید تا آخر عمر تو ذهنتون بمونه. مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، ادعای غیر واقعی. یه بار دیگه. مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، ادعای غیر واقعی. نکنید 2 و 3، 2 و 3 اموال داره. مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، ادعای غیر واقعی. خب دفعه 4 شما بگید، من دیگه سکوت میکنم. 1، زودتون سر. 1. آفرین. کی؟ اسماعیل زاده، میزنمت. 1، 2، مخفی اموال. 3، از بین بردن. 4، ادعای غیر واقعی. آفرین، همین. همه یاد گرفتن، خیالم راحت. پس شد چی؟ مفقودی دفتر. کسی نگه مفقودی ها، مفقودی خالی. یعنی بچه ها ما مفقودی اموال نداریم، مفقودی دفتر داریم. طراح از همین استفاده میکنه، میاد اینا رو جابجا میکنه با هم. یعنی میگه طرف اموالش مفقود کرده اموالش رو، هیچ اتفاقی نمیفته. مفقودی با مخفی کردن فرق داره. درست شد؟ دقیقاً رو همین الفاظ تکیه کنید.
قانونگذار غیر از همین 4 تا کلمه چیز دیگه ای به شما نمیده. پس مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، ادعای غیر واقعی. اوکی؟ خب پس چی شد؟ پس تقلب ما این شکلی بررسی میکنیم، یعنی 4 شاخه اینطوری. خب بریم جرم بعدی. جرم بعدی ورشکستگی به تقصیر اجباریه. داریم پله پله از مهمترین جرم میایم پایین. خوب دقت کنید دوستان، تقصیر اجباری و خطی میخوایم بریم جلو. چطور خطی میخوایم بریم؟ الان بهتون میگم. یعنی یک خط ترسیم کنید. قسمت اول رو بگید. قسمت اول رو میخوایم توضیح بدیم. بچه ها، اولین جایی که ورشکسته به تقصیر اجباری میشه، یعنی چی ورشکسته به تقصیر اجباری؟ یعنی قاضی اگر این اتفاق افتاد ملزم هست حکم ورشکستگی به تقصیر اجباری صادر کنه. خب اولیش میدونید چی؟ اولیش اینه که قاضی بررسی میکنه، نگاه میکنه، مثلا میبینه این شخص یک سفر خارجی داشته، رفته تو این سفر مثلا 1 میلیارد خرج کرده، اسم این رو میذاره ولخرجی. خوب دقت کنید چطور سوال میده. به این میگیم ولخرجی در دوران قبل از ورشکستگی. یعنی میگه آقا جان تو چرا همچین کاری انجام دادی که الان ورشکست بشی؟ وقتی این کار رو انجام دادی من میام تو رو محکوم میکنم به یه جرمی که الزامی هم هست، اما یه قیدی داره، اونم میگه در ایام عادی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر تو کرونا این شخص برداره یه ICU برداره بیاره خونش 1 میلیارد خرج کنه، چون ایام عادی نیست، برای یک کار غیر عادیه، اشکالی نداره. پس تفکیک قائل شدید، این ولخرجی در ایام عادیه. ما خطی داریم میریم جلو. ابتدای خطمون چیه؟ یک کلمه به نام ولخرجی که شما معنای ولخرجی رو دیگه میدونید. خب کلمه دوم ما چیه؟ خب بچه ورشکسته میاد چیکار میکنه؟ برای اینکه ورشکستگیش رو درست کنه بدهی داره دیگه. الان در واقعیت 10 میلیارد بدهی داره. میاد این مبلغ 10 میلیاردی که الان داره رو میره سرمایه گذاری میکنه. کجا؟ مثلا بیت کوین میخره، میزنه تو بورس، یه جایی که احتمال میده یک دفعه مثلا سکه بره بالا، شروع میکنه یک سرمایه گذاری اتفاقی. یعنی سود این سرمایه گذاری به صورت موهومه و اتفاقی، ممکنه یه دفعه 10 برابر بشه، ممکن هم هست 10 برابر بیاد پایین، شانسیه. بله، اسم اینو چی میذاریم؟ میگیم این سود اتفاقی داره، یعنی معامله‌ای کرده، سرمایه گذاری کرده که سودش منطقی نیست. بچه قانونگذار میگه اگر ورشکسته همچین کاری بکنه در این دوران قبل از ورشکستگی، نه تنها ورشکسته اعلام میشه بلکه محکوم میشه به ورشکستگی به تقصیر، یعنی جرم ورشکستگی به تقصیر، و به صورت اجباری، یعنی قاضی اجبار داره که محکومش کنه. خب پس مسیر خطی ورشکستگی به تقصیر اجباریمون چی شد؟ 1 همه با هم نمیشنوم. 1 بگید زودتون سریع. 1 ولخرجی، آفرین. 2 سود اتفاقی. 1 ولخرجی، 2 سود اتفاقی. دیگه معنای ولخرجی رو میدونید در ایام عادیه، معنی سود اتفاقی رو هم میدونید. خب سومین حالت تو این خط ما، مسیر خطی ما، قسمت سومش قصد تأخیره. یعنی چی؟ یعنی تاجر که هنوز ورشکستگیش اعلام نشده
بیاد یه معامله با ضرر کنه. یعنی چی؟ یعنی یه معامله‌ای که دور از صرفه هست انجام بده. خوب دقت کنید، ما نمیاییم معاملش رو باطل کنیم یا فسخ کنیم. اینجا فرض کنید یک ماشینی داشته 1 میلیارد، یه دفعه میاد الکی 800 تومان میفروشه. چرا این کار رو انجام میده بچه ها به نظرتون؟ برای اینکه مثلا یکی از بدهیاش رو بده. میدونه خودش ورشکسته است، الان میدونه دخل و خرجش به هم نمیخونه، میدونه باید بره اعلام ورشکستگی کنه، ولی برای اینکه با تأخیر این کار انجام بشه، به قصد تأخیر انداختن ورشکستگیش میاد یه معامله‌ای میکنه، اصطلاحاً میگه معاملات دور از صرفه قانون یا معاملات با ضرر. درست شد؟ که یه نقدینگی دستش بیاد. حالا غالبا میدونید چیکار میکنن؟ میرن مثلا وام میگیرن، یه وامو میگیرن میرن جای یه وام دیگه پرداخت میکنن. این اتفاق زیاد میفته. خب این کار رو بهش چی میگیم؟ میگیم قصد تأخیر. پس 3 تا رو بگیم: ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر. یه بار دیگه: ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر. یه بار دیگه: ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر. بسیار خوب. پس فهمیدیم 3 تاشو فهمیدیم. 3 تامون خطیه. ببخشید من اینطوری نگفت میگفتم خطی باید بریم جلو. تو خط ما اول ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر. و 4مین مورد ورشکستگی به تقصیر اجباری اینه که بیاد مثلا میگم یکی از طلبکارا دوست صمیمیشه، میگه آقا جان من میدونم ورشکستم، ولی الان اگه اعلام ورشکستگی کنم، فرض کنیم مثلا اینجا کی؟ اینجا آقای عرب. آقای عرب به من میگه ببین بیا من طلب تو رو بدم، مثلا 2 میلیارد طلب تو رو بدم که شما نیایی داخل قرما، طلب تو رو بدم، بعد حالا میرم اعلام ورشکستگی میکنم. میگه اگر ببینیم این کار انجام دادی، این کارت جرمه بچه ها، حبس داره، این کار ورشکسته حبس داره. جالب اینجاست اشخاصی که به طور عامدانه میرن با برنامه‌ریزی میرن سراغ ورشکستگی، فقط به بعد مالیش نگاه میکنن که ورشکسته اعلام بشن حتما. بعد چه اتفاقی میفته؟ وسط ورشکستگی قاضی پرونده یه جرم در میاره، میگه ای بابا چرا؟ میگه تو نباید این معامله رو میکردی، اگه نمیکردی ورشکست نمیشدی، نباید وقتی فهمیدی ورشکست شدی بیایی قرض یکی رو زودتر بدی، طلب یکی رو زودتر بدی. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینجا میفته: ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر، ترجیح. بچه 2 تا آخری ت دارن: قصد تأخیر، ترجیح، برای اینکه یادتون بمونه. پس خطی بریم جلو. ورشکسته به تقصیر اجباری رو به من بگید. آفرین خانم رستم زاده. ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر، ترجیح. تو پس چی شد؟ ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر، ترجیح. میخواید وصلش کنید اینطوری میشه. نگاه کنید اینجا رو نگاه کنید. وصلش کنید بخواد یادتون بمونه، این خط یادتون نره، این شکلیه. ولخرجی که یادتون میمونه، دومی هم یادتون میمونه. نگاه کنید سود اتفاقی قاف داره اینجا، میبینید؟ بعدی هم با قاف شروع میشه، قصد تأخیر. دوباره اینجا ت 2 نقطه داره، بعدی با ت شروع میشه، ترجیح. یعنی میشه ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر، ترجیح. اینطوری راحت یاد میگیری. خب یک بار به من بگید، اینو 3 بار بگید، 5 بار نمیخوام. ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر، ترجیح. خطی، من چرا یادم میره.
ولخرجی سود اتفاقی قصد تأخیر ترجیح. ولخرجی سود اتفاقی قصد تأخیر ترجیح. ولخرجی سود اتفاقی قصد تأخیر ترجیح. ولخرجی. آفرین. همه بنویسید. بچه‌هایی که دارن تو لایو هم این رو میبینن بنویسن، لایو رو ذخیره میکنیم. شد ولخرجی سود اتفاقی قصد تأخیر ترجیح. معنی‌هاشو شما میدونید. حالا بریم یه بار از اول ورشکست تقلب و تقصیر اجباری رو با هم بگیم. پس نگاه کنید، ورشکست به تقلب این شکلیه 4 تاست، ورشکست به تقصیر اجباری خطیه. 4 تا رو به من بگید. این 4 تا چی بود؟ تقلبا بود. مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، بگید ادعای غیر واقعی. خب پس چی شد؟ 4 تا رو بگید. مفقودی اموال، مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، ادعای غیر واقعی. خطی رو بگید مستقیم. ولخرجی سود اتفاقی قصد تأخیر ترجیح. تمام. امنه؟ بله. خب این شد 2 تا جرم ما. خب بازم داریم، بله، یه جرم تقصیر اختیاری هم داریم که این اصلا مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون قبلا گفتیم، یادتونه گفتیم ظرف 3 روز باید تاجر اعلام ورشکستگی کنه و دفتراش رو هم ضمیمه کنه. حالا اگر دفتر نداشته باشه یا ناقص باشه دفترش، یا دفترش رو خط خطی کرده معلوم نباشه، اینم جرمه، ولی جرمش ضعیفه. یعنی قاضی پرونده اختیار داره که مجرم بشناستش یا نشناستش. و یه قسمت هم تعهد بلاعوض میگه اگر یک تعهد بلاعوضی چون تمام ضرر انجام داده بود، جدای از این که مثلا اگر تو ساعت 1:30 بود اون معاملش باطل میشه، جدای از اون این عملش هم جرمه، ولی جرمش دست قاضیه. درست شد؟ پس تقصیر اختیاری رو بخوایم بگیم عادی صحبت میکنیم، میگیم خط و 4 تا اینا نداره، میگیم یکی اون بحث 3 روز و دفتر و اینا، حالا دفتر ناقص باشه، مخدوش باشه، نمیدونم نداشته باشه. یکی هم این که یه تعهد بلاعوض داده باشه، چون تعهد بلاعوض 100% ضرره. امنه؟ خیالم راحت؟ همه یاد گرفتید؟ سوالم زیاد داریم، تستم زیاد داریم، همه رو هوا میزنید، نیازی به حل تست نیست. برید تستای سنوات رو ببینید میزنید. یه ریویو کنیم و این مبحث رو جمع کنیم. ریویو کنید. تقلب بگید زود تون سریع. تقلب زود باشید. تقلب. آفرین. بچه لایو هم شرکت کنن. مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال، ادعای غیر واقعی. خطی رو بریم. ولخرجی سود اتفاقی قصد تأخیر ترجیح. آخری هم که تقصیر اختیاری باشه 3 روز و دفتر به اضافه تعهد بلاعوض. خب خیالم راحت؟ امن دوستان؟ راجع به جرایم اشخاص غیر ورشکسته هم از جمله مدیر تصفیه، طلبکار و اشخاص دیگه ای که از بین میبرن اموال رو، بچه فقط یه نکتهش مهمه، اکثر قریب به اتفاق جرایمی که غیر از ورشکسته انجام میدن، چون میخوایم سخت گیری کنیم میگیم در حکم تقلب. مثلا مدیر تصفیه تبانی کنه یا حیف و میل کنه اموال رو، تقلب. طلبکار ادعای غیر واقعی کنه در حکم تقلب. از بین بردن اموال در حکم تقلب. شخص دیگه ای بیاد بازم همین با اسم موهوم تجارت کنه. فقط یه نکته داره، یعنی در این جرایم غیر ورشکسته شما اصل رو بزنید بر در حکم تقلب. فقط یک جا اگر از اقوام تاجر بیاد مال رو از بین ببره، اینجا میگه در حکم سرقت. اینو حفظ کنید، یاد بگیرید. همین. تمام.
خیالم راحت. دوستان لایو یاد گرفتم. یه بار دیگه برای بار آخر بخونیم یا بسته؟ خسته شدید؟ خب یه بار دیگه هم اختتامیه بخونیم. مفقودی دفتر، مخفی اموال، از بین بردن اموال ادعای غیر واقعی، اینا تقلبن. خطیمون چی میشه؟ ولخرجی، سود اتفاقی، قصد تأخیر، ترجیح. تقصیر اختیاریمون چی میشه؟ دفتر و 3 روز به اضافه بگید تعهد بلاعوض. خب فعلا خسته نباشید. یه استراحت کوتاه انجام بدید در حد 2-3 دقیقه، نمیریم جایی. 4 کلاسمون تمامه. من لایو رو قطع میکنم.